أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، کتاب ریاض الصالحین باب حسن الخلقی، باب درباره اخلاقهای نیکو. حسن یعنی نیکو بودن، خلق یعنی اخلاق انسان، رفتار انسان باید نیکو باشد، باید خوب باشد. خب این باب درباره اخلاق است. اکنون اخلاق باید خوب باشد. اخلاقای خوب ده، اخلاقای خوب چی طور است، در همین موضوع است. خب، امام نووی رحمه الله اکنون در کتاب ریاض الصالحین در زیر این باب اولا دو آیت میارد، بعد میگذره در قسم حدیث ها. میگه قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت که و انک لعلی خلق عظیم، و هر آینه توی پیغمبر لعلی خلق عظیم، حتما بر خلق بزرگ هستی. یعنی تو خلق بسیار بزرگ داری، اخلاق تو بسیار بزرگ است. خلق یعنی اخلاق توی پیغمبر، رفتار توی پیغمبر بسیار بزرگ هست. خب این یکم آیت. و دویم آیت میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. والکاظمین الغیظ یعنی که فروبرندگان خشم و غضب. کاظمین کسانی که پایان میارد غیظش، یعنی که غضبش، خشمش پایان میارد. والعافین عن الناس و گذرندگان از مردم، یعنی از گناه مردم، و کسانی که کسی در حقش چه گناهی کند او را می بخشد. عافین است، یعنی عفو کننده است، عفو کنندگان از گناهان مردم. والله یحب المحسنین، الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد نیکوکاران را. هر کسی که نیکوکار است، یعنی که کاظم غیظ هست، عافین عن الناس هست، الله اون را دوست می‌دارد، زیرا که این کاظمین غیظ و عافین عن الناس این چی است؟ محسن است، نیکوکار است. فهمو؟ یعنی که اخلاقی نیکو است که انسان این صفت را با خودش داشته باشد. پس این بود دو آیت. بعد از این میگذره در قسم حدیث 620. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 620 میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن الناس خلقا. میگه بود رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن الناس خلقا، یعنی که با اخلاق ترین مردم. یعنی احسن الناس یعنی که نیکوترین مردم، خلقا از روی اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیکوترین مردم بود. یا میتونم بگم احسن الناس خلقا، یعنی که با اخلاق ترین، خوش اخلاق ترین مردم بود رسول الله صلی الله علیه و سلم. حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 621 و عنه قال، یعنی همچنین از انس رضی الله عنه روایت است. حضرت انس گفت که ما مسیست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت انس میگه که ما مسیستو، یعنی لمس نکردم، یعنی نقپیدم، دیباجا ولا حریرا، نه دیباج و نه حریر را. این دیباج از همون چیزی که از حریر میشود. حریر این چی است؟ اون ابریشم، لباسی که از ابریشم شدگی است. خلاصا نوعهاش بیان کرده. دیباج و حریر را میگم ملایم الینا من کف رسول الله، ملایم تر از کف رسول الله نقپیدم، من لمس نکردم. یعنی که کف رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار ملایم بود. برای میگه که ما مسیست دیباجا ولا حریرا الینا من کف رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی لمس نکردم نه دیباج و نه حریر را ملایم تر از کف رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولا شممت رائحة قط اطيب من رائحة رسول الله صلی الله علیه و سلم، و به مشامم نرسیده است رائحة قط، بوی هرگیز، اطیب من رائحة رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی خوشبوتر از بوی رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده. یعنی که از دوخیا و از خوشبویایی که قیمت باها هستند،
رسول الله صلی الله علیه وسلم از اینها دا خوشبویتر بود. ولقد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 سنین، و میگوید واقعا خدمت کردم رسول الله برای رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 سال. حضرت انس میدونیم که خادم نبی صلی الله علیه و سلم بود، این خدمتگارش بود که مادری انس آورد و حضرت انس به پیغمبر برای خدمت کردن سپارید و پیغمبر هم قبول کرده، در حقش دعا کرده که در عمرش یا که در مال در فرزندش یا که در مالش برکت، چطوری که علما میگن که 120 تا فرزند داشت. خب خدم تو رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 سنین، یعنی خدمت کردم میگه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 سال. فما قال لی قط اف، پس میگن نگفت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من هرگز اوف، یعنی همین قدر خدمت میکردم یگان کار من ده رسول الله میگه اوف گفتگی نبود. یعنی که بگیم اوف، مقصد از اوف چیه؟ یعنی که ناراضی شده باشد از همون کار، فهمو؟ یعنی که به غضب آمدگی باشد از همون کاری کردگیم، همین کارا میگه اصل رسول الله کردگی نبود. ولا قال لشیء فعلته لما فعلته، و نگفته است میگه مرا رسول الله صلی الله علیه و برای چیزی که انجام داده باشم لما فعلته، چرا اون کارا کردی تو، این گپ میگه برای من رسول الله گفتگی نبود. ولا لشیء لم افعله، و همچنین میگه رسول الله مرا نگفته بود برای چیزی که لم افعله، من اگر که نکرده باشم، کاری که نکرده باشم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته بود مرا که الا فعلت کذا، آیا نکردی این کارا، یعنی که با اون کار مرا امر بگیم فرمان دادگی باشه و مجبور کردگی باشه. میگه رسول الله اصلا این کارا نمیکرد، یعنی که این دلالت به چی میکند؟ با خوش اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و سلم، که این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 622 و عن صعب بن جثامه رضی الله عنه قال، از صعب بن جثامه رضی الله عنه روایت است که گفت اهدیت رسول الله صلی الله علیه و سلم حمارا وحشیه، یعنی که هدیه داده میگه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خری ادیری را، خری وحشی را، خری ادیری را، زبرش میگن، چی میگن، علمو زبر را هدیه داده میگه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که سید شده کشتگی شده مرده شد، میگم سید کرده آورده بودم، میگه همون سید میگه بر رسول الله دادم. فرده علیه، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اون خری وحشی را میگه به من بازگردانید. فرده علیه یعنی قبول نکرد، هدیه را قبول نکرد. فلما رأى ما فی وجهه قال، پس زمانی که دید میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آنچه که در روی من هست، یعنی که بگیم آدم وقتی که ناراحت شود معلومه شد که هدیه را داد قبول که نکرد، ناراحت شد. سعد بن جثامه ناراحت شد، رسول الله ناراحتی را روی سعد بن جثامه درک کرد، دید که صعب چی شده است؟ ناراحت شده است. قال، بعد میگه رسول الله گفت که انا لم نرده علیک الا انا حرم، گفت هر آینه ما باز نگرداندیم ای را برای تو، یعنی که این هدیه‌ات را برای تو باز نگرداندیم مگر اینکه ما در احرام هستیم. اخی یعنی که در حالت احرام خوردن این صید برای ما جایز نیست. از این حساب گفت من صید برای تو باز گرداندم. اصلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدیه را قبول میکرد، اما اینجا قبول نکرد. برای چی؟ به خاطر اینکه در احرام بود. خب این مسئله کم توضیح میخواهد، زیرا اینکه مسئله شرعی هست که یک انسان در حج است، در حالت احرام، و یگان چه ذبحش کنن و صید کنن بیارن بتنش بخرد جایز هست یا نیست. اگر که صید مخصوصی همین حاجی، همین کسی که در احرام است، مخصوصی همین بیارن بکنن، خوردنش جایز نیست. فهمو؟ خوردنش جایز نیست. دلیلش همین حدیث صعب بن جثامه، همین دلیل حدیثی که حضور خواندمش. و اگر که صید کرده بیارد یکی این مهمان شود، در این صورت خوردنش جایز، یعنی که بنیت همون حاجی صید نکند یا بنیت همون حاجی مال ذبح نکند، خوردنش جایز است. فهمو؟ خوردنش جایز است با دلیل حدیث ابی قتاده یا قصه ابی قتاده. ابی قتاده میگه وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صلح حدیبیه که بودن، پیغمبر که ابی قتاده میگه چی صید کردگی بود،
میگه چیز سعید کرده آوردگی که بود، میگه رسول الله خورد. فهمو رسول الله خورد، میگه پس اون دلیل است برای اونه که اون به مقصد به نیت رسول الله سعید نکرده بود، از این حساب رسول الله خوردش. اما این صعب ابن جثامه وقتی رسول الله را دید رفت برای رسول الله سعید کرد، از این حساب میگه رسول الله نخوردش. و قول جمهوری از علما همین است. فهمو یعنی که مال به خاطری همون حاجی ذبح کنن یا که به خاطر به نیت همون حاجی را دادن سعید بکنن، اون حاجی خوردن نمیتواند، در احرام است خوردن نمیتواند از اون. اما اگر به نیت اون نباشد خوردنش جایز است. این مذهب جمهوری از علما است. اما بعض علما میگن که نه، عموما خوردن نمیتواند. فهمو چی نیتش ده باشد این چی نباشد. اما این قول دیم است، قول راجح نیست، این قول دیم است. و اونها این دلیل را چیکار میکنن؟ یعنی حدیث ابی قتاده را چیکار میکنن؟ میگه حدیث ابی قتاده در اول امر بود، یعنی سال 6 هجری بود، اول بود. و این حدیث دیمه که از صعب ابن جثامه است، میگه حاضر حدیثی را که خوندیم این سال 10 هجری شده که در حجۃ الوداع شده که، یعنی حدیثی که پیش است حدیث بعدی حدیث پیشینه را منسوخ میکند. پس میگه حدیث صعب ابن جثامه حدیث ابی قتاده را، قصه ابی قتاده را بیکار کرد، برای او 6 هجری ده بود، این 10 هجری ده است. فهمو از این حساب بعضی علما میگن که نه، اون حدیث ابی قتاده را نمیگیریم، در اول امر جایز بود بعد ناجایز شد میکرد. اما این قول گفتیم که قول راجح نیست. قول راجح همین است که به نیت حاجی نکشن، حدیث ابی قتاده قطعی میخرد حاجی، اما به نیت حاجی باشد به حدیث صعب بن جثامه خوردنش جایز نیست. فهمو این مسئله را توضیحش. خب بعد از این حدیث 623 و عن النواس بن سمعان رضی الله عنه قال، میگه که از نواس بن سمعان رضی الله عنه روایت است که گفت سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن البر والاثم، میگه که سوال کردم رسول الله صلی الله علیه و سلم را درباره نیکویی و درباره بدکاری، اثم یعنی گناه و بدکاری و کارهای ناخوش، کارهای ناخوب. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه پرسیدم، فقال پس میگه رسول الله گفت که البر حسن الخلقی، پیغمبر گفت که نیکویی حسن الخلق است، یعنی خوش رفتاری هست، یعنی خوش رفتاری همش خودش نیکویی هست. والاثم و گفت گناه باشد، اسم کاری بد، ما حاک فی نفسک و کریهت ان یطلع علیه الناس، و گناه یا کاری بد ما حاک فی نفسک، اون چیزی که شک میاره در دل تو یا دو دیله میگرداند تو را، یعنی که و کریهت ان یطلع علیه الناس، و خوش نمیبینی که خبر شود از همون کار کردگی تو مردم. پس هر کاری را که دلی تو نخواست که مردم خبردار شود، یعنی که از شرم و حیا باشد، پس این را میگن چه؟ این را میگن اثم. چطور گفتیم در گذشته که این انسان هایی که پاک وجدان و انسانی که کامل الایمان است، اونها را این نفسشان میتواند که دلیل شود برای بر و اثم فرق کردن. اما امروز یا زمان شده بر را آشکار کردن مشکل شده، با سنت به عمل کردن آشکار مشکل، رفع یدین، آمین بلند گفتن، دستور گذاشتن در نماز، همه اینا بگیم سنت است اما عمل کردن نمیتونیم. و یا ایثم باشد آشکار شده که امروز مردم هر گناهی را که هست آشکارا میکند، پس اینا را بگیم نفسشون دلیل شده نمیتواند. اما اینجا کسانی که نفس پاک و ایمان کامل و تقوای کامل دارد، اونها را در نظر دارد که به نفس خودش میتوند که درک بکند ایثم رو از بر. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 624 و عن عبدالله ابن عمرو ابن عاص، عمرو ابن العاص رضی الله عنهما قال، میگه که از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که گفت لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فاحشا ولا متفحشا. میگه که لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبود میگه فاحش ولا متفحش. فهمو فاحش انسانی دشنام کن، قبیح گپ زننده، سخن بگیم بد سخن، بگیم بگونیک سخن، این طور نبود میگه رسول الله.
ولا متفحش، و همچنین متفحش نبود. متفحش کی است؟ کسی که خودش مجبور میکند برای سخنان بد و سخنان زشت گفتن. رسول الله نه صفت سخن بد گفتن داشت، نه خودش مجبور میکرد که سخن بد بگوید. فهمو فاحش متفحش. پس فرقیت چون همین است. فاحش کسی که بگیم اتوماتیکی سخن بد از اون میبرد، دشنام از اون میبراید، دیگه عادت شده است براش، خودش درک نمیکند، سخن بد میگوید. اما متفحش چیه؟ متفحش انسانی که خودش مجبور میکند برای سخن بد گفتن. فهمو؟ خودش مجبور میکنه تو اینکه سخن بد بگیره، میگن متفحش. رسول الله هر دین صفت با خودش نداشت، نه فاحش بود نه متفحش. و کان یقول، و میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود میگفت که این من خیارکم احسن، این من خیارکم احسنکم اخلاقا. میگفت هر آینه از بهترین شما احسنکم اخلاق هست، یعنی نکوترین اخلاق دار شما هست. یعنی کدام شما اخلاقتان خوبتر باشد، پس شما از جمله خیار هستید، یعنی از جمله بهترین ها هستید. از جمله بهترین های شما کسی هست که اخلاقی نکو داشته باشد. خب حدیث متفق علیه هست. بعد از این حدیث 625 و عن ابی الدرداء رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو دردا رضی الله عنه روایت است، ارنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامة من حسن الخلق. پیغمبر گفت که ما من شیء، نیست یگان چیزی، اثقل فی میزان المؤمنی، وزمینتر باشد در ترازوی مؤمن، یوم القیامت، در روز قیامت، من حسن الاخلاق، از خوش اخلاقی دیده. یعنی در ترازوی مؤمن در روز قیامت وزمینترین چیز یا وزمینترین عمل و رفتار این خوش اخلاقی است. هر کسی خوش اخلاق باشد عملش وزمین و عملش سنگین است، عملهای نیکش. و ان الله یبغض الفاحش البذی، میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که هر آینه الله سبحانه و تعالی یبغض، یعنی بد میبیند، الله سبحانه و تعالی بد میبیند الفاحش البذی، یعنی انسانی که فاحش است، انسانی که دشنام کننده است. البذی کسی که سخنان زشت میگوید، سخنان ناراحت کننده میگوید. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که الله سبحانه و تعالی بد میبیند انسان دشنام کننده سخنان پست میگفتگی را. الله سبحانه و تعالی این طور انسان را بد میبیند. رواه ترمذی، این حدیث امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن صحیح، و گفته است که حدیث حسن و صحیح می باشد. پس این است حدیث 625. بعد از این حدیث 626 اینش انشاءالله درسی آینده. خب این است انشاءالله درس امروزمان. با همین درس امروزه به پایان، تا درس آینده الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.